السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یکی شما. من امروز ما در دهه اهالیک عزیزی خود هستیم. امروز برای تبریک کردن مادر مهربان گلشنای خاله را تبریک کنی آمدیم. از نام دادران، خواهران، فرزند و جگربندان، جیانهایشان تبریک میگویم. آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روز و هر وقت همراهی من مهمان این خانواده میشیم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان این خانواده. سلام میرسانیم به هر یکی شما. عید مبارک باشد. عید فطر را به هر یکی شما مبارک باد میگوییم. من امروز در این خانواده پرنور، در این خانواده پرفیض زادروزی مادری مهربان گلشنای خاله را جشن گرفته ایستاده بودیم. یک قرصک میزنیم، تقدیم میکنیم. مرحبا. گلشنای خاله اصلا سورپرایز شدن. حاضر آماده شدیم که نه امروز زادروزی دادرم هست. نه امروز زادروزی شما. برای شما تبریک کنی آمده. از نام دادرانتان، از نام اوکاها، از نام خواهران نازنین، از نام جیانها، از نام دخترکان زیبایتان شما تبریک میکنیم. بگذار مانند امروز پر از علمخیل در اطراف دوستان و نزدیکان باشد. چخلی که در حرمت و با عزت لایق گشته خداوند عزیز تا آخری عمر علمخیل تاجیستری فرزند و نزدیکان شده گرده. همراهی عوضمک عمری دراز برای شما میخواهیم. ما عوضمک را نیز تکلیف میکردیم. عوضمک میخواستیم اکتا نزدیکتر بیان کنیم. مرحبا. خاله جان عزیز، مادری مهربان تا آمدن دختران گفتند که مادری ما هیچ وقت غمگین نشوند، هیچ وقت دلگیر نشوند که من پسر ندارم رفتن. ما جای 10 پسر را باشد اجرا میکنیم. هر وظیفه ما تیار هستیم. برای مادر ما رسانید که رحمت برای بودنشان، برای هستیشان نزد میبینیم، دوست میداریم. مادرم مادر حلیم هستند. یک تشمقان سیره گویم مادرم مادر مهربان هستند. در دلشان پر از ثواب و پر از سفیدی ها، در دلشان پر از خرسندی ها. میخواهم همه خرسند کنم. لبشان و لبخند همیشه هست. در هر کجا که بینید مادر من همخیل چهرهشان خوشحال است. برای همین هم برای بودنشان دوست میداریم، احترام میکنیم. بسیار هم نزد میبینیم مادر مهربان من. برای مادرم رسانید که مشو غمگین اگر دختر بزاده، که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج گردد. البته خاله جان عزیز، گلشنای خاله همان روزه که دو دختر را به وای رسانده، صدها پسرها در تک دروازه محتاج تاج عروسی نمی دخترها بودند. دومی من امروز آنها را با یک بخت و کمالشان را میبینید، خوشبختی آنها را میبینید. این بخت و تخت و دولت است. برای مادر بودنتان، برای خواهر بودنتان چقدر سخنها گوییم کم است. که امروز از نام تمام نزدیکان شما را تبریک میگوییم. از نام جیانها، جگربندان، خواهران، دادران، فرزندان عزیز. بگذار علمخیل در اطراف اینها دعاگوی باشه، در اطراف آنها مصلحت چی باشه، همیشه باشه. برای مادران میگویند 100 جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله‌های مادر.
گر شعرک سرودم از بود و از نبودم در تیرتم سرشته سوز و نوای مادر آغاز آفرینیش از رحم اوست این رو صد داستان براید از یک هجای مادر یک کلمه که بهر فرزندها پند میگوید آن کتابی کلانترین از بهر فرزندها همیشه باشید و همراهی عوازمک عمری دراز بینید امروز زادروزتان مبارک دستگلی زیبا تیار کردن حتی خرسک بزنیم میسپارم مرحبا بر همه دختران برای مادرشان تلواری تیار کردنی هم مبارک باشند زادروز مبارک زادروز مبارک باشد مبارک باشد زادروز مبارک برای هر دویتان زادروزتان مبارک باشد بسیار خرسند شدیم که امروز در حقیقت یک شام زیبا یک شام خرسندی آمد امروز یک روز نیک و فرحبخش زادروزتان مبارک باشد احرام در اینجا توفه ها که تیار بین 4 قطار شعرش که تیارن کنی احرار جان بیا کنی شما شخصا تکلیف میکنیم کنی بیتان کنی مرحمت احرار حاضر البته شیرینی را تیار کردن کارت ها تیار می شم همه چیزا تیار می باشد اگر یک جای ساز میکردیم تا آمدن باشد اگر از نام خواهرکی نازنده شام از نام خواهرجانی عزیز نیت های نیک را میشنویم مرحمت زیرا بخورم
السلام علیکم دوستان عزیز، جیانهای مهربان، به این درگاه خوش آمدید، به این بزم ما خوش آمدید. من از این فرصت پرقیمت استفاده بردم خواهرک عزیزم را با این روزی خرسندیشم از نام خودم، از نام اهل عائله‌ام، از نام مادرم که حاضر در سفر در عین خانه خواهرم هدایت حضور دارم، تبریک و مبارکباد نمودم. به خواهرک عزیزم عمرک دراز، رزقک فراز، حیاتهای خوشنودی را تمنا دارم. من میخواهم که همه وقت خواهر من خوشنود باشم، در حیات همه وقت به بخت باشم. ما میخواستیم که همیشه یک عائله اتفاق هستیم، دایما فرزندهای ما هم همیشه اتفاق باشند. باز امروز روزی دادر عزیزم امریدین می باشد. من دادرکم را با این روزی زادروزش هم تبریک و تهنیت ها می گویم. همه وقت لایق ساق و سلامت باشند. رحمان و دقت همه کتون الهی همه وقت همه خیلی شاد و فیروز باشید. رحمت سلامت باشند. حاضر و اینجا تیار کردن سورپرایز کردن 17 ساله باشد و هم خیلی جوان شده گردن گفتن منم اینجا ایستادگی بوده است. همون مولد بالاست خوشتری کردن سر شاش کردن احرار جان کنی مرحمت گوگل تیار بی کارتا تیار باشد اگر یک تا شماشو گیرانید کنی یک جایا نیت کردن کار دا دستشون رو میتیم اول شماشو خاموش میکنیم بعد شیرینی یک جایا میبوریم تناول میکنیم. زادروز مبارک، مولود مبارک، روزی خرسندی مبارک مبارک باشد. گونتین من بخواهد جان Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mubarak bashar. Yo kanayta. Bakar sabta. Mubarak bekliyor. Yok yok. البته خالجانی عزیز از نام جیان ها گفتم که در بالا تبریک میکنیم. مبارز جان گفتن که من زادروزی مادرم تبریک کردم بعد از زمان میکروفون بینم اگر شرم داشته واسه از نام من خالجانی عزیز ما تبریک کنیم. میخواهم آسمان ماند برایش، زمانی گلفشان ماند برایش، میخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایش. گفتن مبارز جان برای خالجان شد ته تارت دست مبارز با شما بدیانی مادرتون وقت شرکت تبریک کنید. بیچ میامویتی یعنی مادر من نزدیکتر اومده که مادر تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم مهمون اکرامی، مادر جانی عزیزم شما رو باید زادروزتون تبریک میکنم. الهی سبت برای چی حضوریت دارد جامعه همه کجا همه قبر مونا کلام کرده سر بکنم.
تبریک کنید. زن اگر آتش نمیشود خام میمانده ما، نارسیده باده در جام میمانده ما. زن امر ما را نمیبخشید عمری بر دوام، به تخلص به نسب به نام میمانده ما. السلام علیکم خویشاوندان خداهای بعزت، اما تا خوش آمدید تا من به درگاه آیتیملا جان. شما برای ما احتمال خواهرم در دل چه آرزوهایی داشته باشد جامعه عمل پوشید. ما برای شما یک تحفه نامرزنده تصادفا کردیم. خدا مایم در مشتم موندم نمیدونم چه خیشته شد. الهی صحت بداره عوض باچام کنه خوشه پیر شده تنی نیمره با دختراتو ما ساخت سلامت کرده. الهی نیمره چهره دار شده اما وقت اوی ما موشه دویتیم رو جان. رحمت سلامت باشند. مهمانان عزیز وقت را نگرفتند. حاضر سرود شب تیار کردیم. بیرون آمدند. بیرون یا همین جوابی. شروع کردن بیرون می‌رقصیم در باد و هوای بهارانه. بعد از باران که اینقدر باد و هوای صاف و تازه است. یک جمله آیتی گفتند مرحمت خانه جان مهربان از زمین خداها مرحمت. Assalomu alaykum. Bugun Xudoning tug'ilgan kunlari ekan, lekin yuzga kirsinlar. Yuzga kirib Xudo bilan qo'shlar qarib yursinlar. Lekin yomon kunlarda qo'ysinlar. Nevaralarni boshiga bosh bo'lib, qosh bo'lib yursinlar. Bordi kiyinib qilib, ilayim oramizda savoqchilik chiqmasin. Men lekin bu kishini Xudo demaganman. Singlim deb aytganman. Shunday qilib farzand tarbiya qilganlarga ming rahmat. Xudoga behisob shukr kelinim bana ko'nglim tagidan farzand qilganlarga rahmat. Lekin yuzga kirib yuring, Xudo bilan qo'sha qarang, nevaralar boshiga bosh bo'lib yuring, lekin sog' bo'ling. Farzandlarim baravar. Rahmat salomat bo'ling. Endi har bir so'zimiz isboti bilan birgalikda raqsga tushib o'ynab ko'rib bugungi bazmimizni davom ettiramiz. Marhamat.
بیسو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم تاریک عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من یه من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم تاریک عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من اومد تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا دست و شکایت کردم دستش تو رفتنم هر شب تو را میخون تو من قدرم بگفتی که بها میموندم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من بله بله چه چیزی داری، موضوع نداری، قلیلم شداری
عزیز شاهد آن لحظه های خرسندی آن لحظه های پر از احساسات گشتیم که امروز در این خاندان زادروزی خواهر نازنینشان را زادروزی مادر مهربان را برگزار کردیم. آن لحظه های پر از خرسندی را آن لحظه های پر از احساسات پر از سورپرایز را که شما دیدید علاقه گواهی آن گشتید که پیشکش شما کردیم. بگذار هر یک پدر هر یک مادر لایق این خیلی بزم زیبا گردند که ارزنده هستند و این خیلی روزهای خرسندی مانند هر روزه مانند هر وقته بهر شما خاطر رسان میکنید. خود را احتیاط کنید در هر کجای دنیا که باشد خود را احتیاط کنید و البته با ما باشید با شبکه شهنان. امروز جماعت شهنان آن نیت های نو به نوع خود را با البته دعاهای شما عملی کرده ایستاده است و البته در خاندان شما هم ما مهمان شده دوچند خود خرسند میشویم و البته شمایان را خرسند میکنیم. رحمت برای دقتتان همیشه با ما باشه. صحتمند و سلامت باشه. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمانی جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای
مهربانم مادرم. گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم. مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را، بحر جهان آرازی ما را. بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم موا ندارد. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم. مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. شیرین زبانم مادرم، ای مهربانم مادرم. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزاد.